داشتن هزاران دوست در زندگی میتواند آسان باشد، اما پیدا کردن دوستی که در هزاران مشکلی در کنار تو باشد یک نعمت بزرگ است. بهترین دوست کسی است که همیشه به تو لبخند میزند و اجازه نمیدهد که مردم علیه تو حرف بزنند و بدگویی کنند. وقتی عصبانی هستی تو را تحمل میکند و هر گفتار و کردار تو بدگمانی کرده قطع رابطه نمی کند. به اطرافت نگاه کن، اگر این گونه دوستی دارید قدرش را بدانید و محبت خود را پنهان نکنید. و او بگوید خداوند تو را برایم حفظ نماید. یادمان باشد که کیش ما چه بود، آتش و آتش پرستی در سجود. هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود عمر. دین حق را هدیه آورد سوی ما، ورنه آن